سلام بچه ها، امروز اومدیم با یک ویدیوی جدید از درست کردن تخم مرغ آبپز. بچه ها خیلی گفته بودن تو کامنت ها، آموزششو گذاشتم. و خب اول قابلمه نشسته مامانتون رو بر میدارید، میاید اینجا دستاتون رو، شرط هر غذا درست کردنی شستن دسته. و خب میذاریم تا نصفه، یعنی بالاترین تخم مرغ ها، بالاتر از تخم مرغ ها آب بشه. خب به تعداد نفراتی که هستید یک عدد اضافه تر بزنید. مثلا ما 5 نفریم 6 تا تخم مرغ گذاشتیم. خب حالا اوکی هستش بچه ها. حالا تعداد تخم مرغ هایی را که گفتیم شعله رو یکم باز میکنیم. تخم مرغ ها هنوز آبش داغ نیست و یکی یکی نشکنه، یکی یکی به آب اضافه میکنیم. خب بعد زیرشو زیاد میکنیم و خب میره برای 1 ربع الی 20 دقیقه تا این پخته بشه. و ویدیو آخرش هم میذارم که چطور پخته شده. و مرسی از حمایتاتون. خب بچه ها یه نکته آموزنده که مادرم الان بهم گفت، میبینین اون تخم مرغا پایینن و یکیشون بالاه، اون تخم مرغ خرابه و باید از داخل آب بردارین و یه تخم مرغ دیگه به جاش بذارین. اینم یه نکته آموزنده.